آیا پول واقعا خوشبختی میاره؟ من از همه حالا میگم پول مهم است ولی نمیتونه یک خوشبختی واقعی را بر ما بیاره. اما من مخالف هستم. از نظر من پول بیشتری داشته باشی خیلی از مشکلات زندگی رفع میشه و وقتی که مشکلات کم باشه آدم آرامش بیشتر داره. درست است ولی من فکر نمی کنم، چرا که خیلی ها را میبینم پول زیاده دارن ولی بازم آرامش ندارن، راحت نیستن. بیبی وقتی که پول داشته باشی برای خانوادت و یا هم خودت امکانات بیشتر میتونی فراهم کنی. غذای خوب بخری، خانه خوب داشته باشی و بر آینده خودت برنامه ریزی کنی. خب پس تو میگی هر کس پول داشته باشه واقعا خوشبخت میشه؟ نه، من خود نمیگم پول به تنهایی میتونه خوشبختی بیاره، ولی میتونه خیلی از موارد زندگی را راحت تر بکنه، آرام تر باشی. حالا یک سوال، اگر پول داشته باشی میتوانی یک دوست واقعی بخری؟ نه، دوست واقعی خریدنی نیست. پس به این معنی که پول همه چیز نیست دیگه. قبول دارم، ولی با پول آدم میتونه فرصت بیشتری برای زندگی کردن خوبتر داشته باشه. چطور؟ مثلا اگر کسی درآمد کمتر یعنی پول کمتر می داشته باشه زندگی برش تنگتر می باشه. همیشه فکر و ذهنش به این است که ما از کجا کنم حداقل چی بخورم یا کرایه خانه پر شده ایره ما چطور پیدا کنم. اما برعکس کسایی که پول دارن راحت تر می باشن نسبتاً. از این موارد فکرشان دور است. درست است شاید برای پیدا کردن پول بیشتری فکر ذهنشان درگیر است، اما نه مثل نفر شخص اول. خب این گپت خب منطقی است ولی من بازم امروز موافق نیستم، چون حالا هم میگم پول خوشبختی نمیاره. حالا از تو میپرسم اگه برات $1,000,000 بتیم و در عوضش استرس برات بتیم قبول میکنی؟ نه من آرامش خودم با پول تبدیل نمیکنم. حتی $1,000,000 قبول نمیکنی؟ حتی 1,000,000 شاید اول باش یکم فکر کنم. خوب خیلی پس قبول کردی که پول جذاب است. جذاب است ولی پول با خوشبختی خیلی فرق داره. خب ولی من از تو میپرسم اگر پول خوشبختی نمیاره، وقتی که پول نداشته باشی چرا اینقدر زندگی برات سخت میباشه یا برای یک کسی که چنین شرایط داره برش سخت میشه؟ چرا؟ خب سوال اصلی است که اگر پول خوشبختی میاره پس چرا بعضی افراد پولدار افسرده و غمگین هستن؟ دقیقاً پس مسئله این نیست که پول خوب است یا بد. خب شاید جوابی باشه که پول خودش خوشبختی نمیاره ولی نبودن پول هم میتونه انسان رو با مشکلات مواجه کنه. حالا نوبت شماست. اگر شما مجبور باشین کدامش انتخاب میکنین؟ پول زیاد ولی زندگی پر از استرس، پول کمتر و زندگی آرامش بخش؟ جوابتان را شما هم در قسمت کامنت ها حتما بنویسین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.